إذا جاءت مشكلة عصيان كامل من الزوجة. اما اگر مرحله ناسازگاری به وجود اومد و زن در مرحله ناسازگاری کامل قرار گرفت، ماذا نصنع؟ اون موقع باید چیکار بکنی؟ طلاق. المشاهدين أغلبهم يقول طلاق، عصيان كامل يا رجل، خروج على النظام. برخی از بینندگان شاید اینجا بگن که باید وارد مرحله طلاق شد، طلاقش بده. نه، لا. لا. ماذا نصنع؟ القرآن بين لنا. إذن لابد نرجع إلى طريقة القرآن. نعم. ليس على ما تحب أنت. خب جواب اینه که زن وارد مرحله ناسازگاری کامل شده. بعضی ها تصورش اینه که باید طلاقش بدی. نه، راهش چیه؟ باید ببینیم تعلیم و دستور قرآن در این باره چیه. يعني لا طلاق نمیدی، ولا اتصال على أبي ولا على أمي ولا على أخي ولا على مصلح ولا على الشيخ، ممنوع. اینجا اینطور نیست که بلافاصله گوشی رو برداری به پدرش، برادرش، مادرش، خواهرش، قومش، خویشش زنگ بزنی بگی که اینطوره. ولا الى صديقتها يقول انا اليوم صنع لي كذا. یا اینکه با دوستاش در میون بگذاره که اون مثلا امروز این خانم این کارو کرده. كل شيء بين الزوجين. بلکه باید مشکلات رو زن و شوهر بین خودشون حل بکنند. تمام. ماذا نصنع؟ خب پس چیکار بکنیم؟ اول شيء يعظها. خب اول از همه به خوبی و خوشی و پندش میده، اندرزش میده، باش حرف میزنه. كيف يعظها؟ چطوری؟ يقول اسمعي والله آخر مرة وإلا أصنع وممكن أخرجك من هذه الدولة لا تستطيع وأقطع جوازك. میگه که برای آخرین بار هشدار میدم بهت که اگه کنار اومدی که اومدی، اگه کنار نیومدی پاسپورتت رو و مدارک هویتیت رو و اقامتیت رو باطل میکنم. صحیح هذا؟ لا. هذا وعظ؟ آیا این پنده؟ هذا ايش؟ هذا خطأ. تهديد. هذا تهدید. ايوه نعم. این تهدیده، این کار درستی نیست. ايش الوعظ؟ كيف يكون؟ پس باید چیکار بکنه؟ من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. کسی که از کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم پند نگیره، پند گیرنده نیست، پندی براش وجود نداره. يقول إبراهيم عليه الصلاة يا أبتي، صح؟ ابراهیم علیه السلام در خطاب پدر میگه پدر جان. فهو يقول يا زوجتي الغالية. و خب اینجا باید به همسرش بگه همسر عزیزم. يرسل له رسالة في قلب أحمر كذا أو وردة يعطيها. نعم هذا وعظ. أنت تريدها تنتهي أو تزيد. اگه میخوای که این مشکلات خاتمه پیدا بکنه، خب از راهش وارد شو. یک پیام با قلبی قرمز یا گلی سرخ براش بفرست پر از محبت. يقول أنا أحبك ولا أريد يكون بيننا إشكال وهذه مشكلة إن شاء الله نتجاوزها بإذن الله. نعم. بهش بگی که من دوست دارم، من نمیخوام بین ما مشکلاتی باشه، انشالله که این مرحله رو به خوبی و خوشی پشت سر میگذاریم و مشکلات حل میشه. إذا انتهت الزوجة قالت خلاص تبت. اینجاست که چه بسا زن میپذیره و قبول میکنه و به اون راه غلط و نادرست ادامه نمیده. ماذا تصنع أنت؟ خب اینجا دیگه باید چیکار بکنی؟ قفل خلاص. اینجا دیگه موضوع رو ببند. ولا تقول لها ها قلتي أمس كذا وصنعتي كذا لا وأصريتي ولا تعيدي وتكتبي تعهد لا. خلاص تقول انتهت، قفل. لماذا؟ لأن لو أغلقت هذا الذي أرشد إلى القرآن، وكل مرة ستكون هي على هذا. تغلق خلاص أغلقنا الحمد لله، تقول هو ما شاء الله رجل يعني ذو أخلاق كبيرة. آره دیگه اینجا موضوع رو ببندی و تکرار نکنی، بهش نگی و یادآوری نکنی، سرزنش نکنی که مثلا دیروز این کارو کردی، این رو گفتی، اینها. خب اون هم میگه خب این چه شوهر خوبی هست و دیگه موضوع تمام میشه. تمام. ما انتهت، بقي العصيان الكامل. اما خب حالا فرض رو بر این بگذاریم که موضوع اینجا تموم نشد و همچنان نشوز و ناسازگاری ادامه پیدا کرد. ماذا؟ المرحلة الثانية. وارد مرحله دوم میشیم. فتركوهن في المضاجع. هجر. بله. از كيف يهجرها؟ باهاش یعنی حالت قهر میگیره. چطور؟ يهجرها في الكلام. باهاش حرف نمیزنه. 3 أيام فقط. 3 روز نه بیشتر. وفي الفراش مو ينام في الصالة، لا. أنت بيت النبوة حجرة صغيرة يعطيها ظهره بس. هجر. نعم. رخت خواب خودش رو جدا میکنه. به این معنا نیست که تو اتاق دیگری بخوابه یا جای دیگه‌ای بره. نه، اتاق رسول الله صلی الله علیه و آله یک اتاقک بود، اتاق کوچیکی بود، پشت بهش بخوابه. اذا انتهت انتهينا، قفل.
اگر موضوع تموم شد به خیر و خوبی تموم شد که خب دیگه موضوع رو میبندیم. اما اگر ادامه پیدا کرد، ما انتهت. ادامه پیدا کرد یعنی مشکل حل نشد، چیکار باید بکنیم؟ فبعثوا حكما من اهله. لا الان الضرب الغير مبرح. هم يظن ان الضرب تعطيها كف مثلا آنچه که در قرآن کریم بیان شده الان تنبیهش میکنیم. منظور از تنبیه کتک زدنی نیست که سر و کله‌اش خونی بشه. لا تقل آخر مرة خیلی نرم با حالت اشاره. الحب فيه الاشاره مو ضرب. نعم. اون چه که اسم تنبیه روشه که ما در فارسی هم میگیم تنبیه، که بهش یادآوری بشه که نباید به این روش ادامه بده، که با یک اشاره، با یک در واقع کمتر از نیشگون آنچه که سر و کله‌اش رو خونی نکنه. ما انتهت. اما باز هم ادامه پیدا. ماذا نصنع؟ اینجا چی کار میکنیم؟ این مرحله چی کار؟ الان مرحله الرابعه حكم وحكم، ذكر، قریب. نعم. در این مرحله داور یکی از طرف خانواده او و یکی از طرف خانواده مرد انتخاب میشه. لابد هذا من اهله و هذا من اهلها، رجل من اهله و رجل من اهلها. نعم. یک مرد از خانواده او و یک مرد از خانواده زن به عنوان حکم و داور انتخاب میشن. يعرفان الامور. كيف يعرفان الامور؟ قال يعرف هذا ما الامور التي يكون بها التفريق وما الامور التي لا داعي للتفريق. يعني تقول هو يشرب خمر، قل لا، ما يمكن يبقى معك حتى يترك خمر. نعم. بله، طوری که آگاه و مطلع از مسائل و امور هم باشند. این دو نفر، دو مردی که از خانواده زن و شوهر انتخاب میشن برای داوری و حکمیت، باید آگاه به مسائل و امور هم باشند و بتونن کار اصلاح رو انجام بدند. او تقول مكيف الصالة خربان، يقول هذا مكيف جديد، خلاص ما في مشكلة وحل المشكلة. نعم. و صلاحیت حل مشکل رو هم داشته باشن. مثلا میگن که کولر پذیرایی خرابه، خب بلافاصله بتونه این مشکل رو حل بکنه. انتهت، خلاص نغلق. اگر موضوع حل شد که شد، اگر حل نشد چه میکنی؟ الخامس، مرحله پنجم، الطلاق. اینجاست که دیگه بحث طلاقه. طلقه واحده، یک طلاق. ما يطلقها مليون او ثلاثة، لا، 1000 طلاقه نمیکنه، 3 طلاقه نمیکنه. وفي طهر لم يجامعها فيه. و در دوران این طلاق باید در وقت پاکی زن باشه که باش نزدیکی نکرده. و تبقى في بيتها. و در خونه میمونه. یعنی ما يخرجها من بيتها. او رو از خونه بیرون نمیکنه. نعم. اذا ما الحكمة من كل هذه الاحكام؟ الحكمة ان الدين الاسلامي جاء لبناء الاسرة المسلمة لا للهدم. از استاد سوال کردم حکمت چیه که طلاق باید در دوره طهر و پاکی باشه که در اون مرحله با همسرش نزدیکی نکرده. گفتن دین اسلامی برای ساختن اومده، برای نابود کردن نیومده و میخواد نظام خانوادگی رو حفظ بکنه. كيف؟ ولابد احنا دحين هنا لماذا نقول هذا؟ لانه في اعداء الاسلام الان ارادوا هدم الاسرة. چرا ما تاکید ما اینجا بر اینه که اسلام برای ساختن اومده، نه برای ویران کردن نظام خانوادگی؟ چون دقیقاً دشمنان اسلام عکس این رو تبلیغ میکنن و میگن که به دنبال نابودی نظام خانوادگی هستند و بر ضد اسلام شبه افکنی.